نامه‌ای به پدر، نوشته فرانتس کافکا، راوی شیوا شرفپور. قسمت دوم، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. چه بیگانگی عمیقی، حتی عمیق‌تر از آن که میان من و توست، باید بین تو و او ایجاد شده باشد تا یک چنین تشخیص سراسر غلطی ممکن بشود. اوتلا آنقدر از تو دور شده است که تو دیگر او را نمیبینی، بلکه به جایی که حدس میزنی او هست، یک شبح مینشانی. قبول دارم که در قبال با او با مشکل بسیار بزرگی مواجه بودی. با اینکه من از این مورد بسیار پیچیده به درستی سر در نمیآورم، این را در هر حال میتوانم بگویم که او یک لوویست مجهز به بهترین حربه‌های کافکاها. رابطه من و تو هیچ وقت به یک مبارزه واقعی نرسید. کار من در همان ابتدا ساخته شد و چیزی که ماند فقط فرار و اوقات تلخی و غصه و مبارزه باطنی بود. اما شما دو نفر همیشه در حال جنگ بودید، همیشه تازه نفس، همیشه در فعالیت، و این منظره بود از یک طرف عالی و از طرف دیگر یأس‌آور. در ابتدای کار مطمئناً خیلی به هم نزدیک بودید، چون از میان ما 4 نفر اوتلا شاید هنوز هم پاکترین ثمره ازدواج تو و مادر و پاکترین مظهر عوامل این پیوند باشد. من درست نمیفهمم چه چیز شما 2 نفر را از سعادت هماهنگی پدر و فرزند محروم کرد، اما بعید نمیدانم که تحولش نظیر چیزی بود که میان من و تو پیش آمد. از طرف تو استبدادی ذاتی و از طرف او سرسختی و حساسیت و عدالت‌خواهی و ناآرامی لووی‌ها، و همه اینها متکی به قدرت کافکاها. تردیدی نیست که من هم بر او تأثیر داشتم، اما نه به قصد، بلکه به صرف موجودیتم. این را هم البته بگویم که اوتلا به عنوان آخرین نفر شاهد قدرت نمایی‌های پرسابقه ما شده بود و در موقعیتی قرار داشت که شخصاً هم میتوانست بر اساس انبوه مصالح موجود به قضاوت خاص خودش برسد. من حتی تصور میکنم که او به اقتضای خصلتی که دارد، چه بسا تا مدتی مردد بود در اینکه خودش را به دامان تو بیاندازد یا به دامان مخالفانت، و ظاهراً تو در آن زمان قصوری کردی و او را از خودت راندی، در حالی که اگر به نحوی ممکن میشد شما 2 نفر میتوانستید یک جفت کاملا هماهنگ باشید. در این صورت من البته یکی از متفقانم را از دست میدادم، اما تماشای شما از هر جهت جبران مفاد را میکرد و علاوه بر این خوشبختی بی حساب تو از اینکه لااقل یکی از فرزندانت توانسته است کاملا ارضایت کند، چه بسا تو را از بسیاری از جهات به نفع من تغییر میداد. همه اینها البته دیگر فقط یک خواب است. اوتلا دیگر رابطه با پدرش ندارد. باید راهش را مثل من به تنهایی انتخاب کند و اطمینان و اعتماد به نفس و سلامت و بی‌ملاحظگی بیشتری که در مقایسه با من در او هست، او را در نظر تو بدخواه‌تر و خیانت پیشه‌تر از من کرده است. من این را میفهمم. از دید تو که نگاه کنم، او جز این هم نمیتواند باشد. حتی خود اوتلا هم میتواند خودش را از دید تو نگاه کند، در رنجی که تو میبری سهیم شود و در نتیجه نه مایوس شدن کار من است، بلکه سخت غصه دار شود. البته تو ما 2 نفر را این مطلب با آنچه که قبلا گفتم به ظاهر تناقض دارد. البته با هم میبینی با هم در گوشی حرف میزنیم، میخندیم، گاه و بیگاه هم میشنوی که اسمی از تو میبریم. این است که فکر میکنی با 2 نفر توطئه چین وقیح طرف هستی، ولی چه توطئه چینی غریبی. درست است که تو مدت‌ها از موضوع اصلی فکر و ذکر ما هستی، ولی باور کن که ما به این قصد با هم نمی‌نشینیم تا علیه تو نقشه‌ای بکشیم، بلکه فقط به این قصد که به هر زحمتی که شده، به جد یا شوخی، با علاقه، با سرسختی، با احساس تقصیر، با خشم و بیزاری و تسلیم و هر وسیله عقلانی و عاطفی ممکن دیگر، محاکمه وحشت‌آوری را که میان ما و تو در جریان است با تمام جزئیاتش از هر جهت و در هر فرصت ممکن از دور و نزدیک به نحوی مشترکاً سبک و سنگین کنیم.
این محاکمه ای را که مدام ادعا می‌کنی قاضیش تو هستی، در حالی که خود تو هم دست کم تا حد زیادی در اینجا راه را برای ذکر هر اشتباهی که طبعاً ممکن است از طرف من سر بزند باز می‌گذارم. طرف دعوی هستی، درست به همان اندازه ضعیف و اغفال شده که ما. مثال آموزنده‌ای که در ارتباط با کل مسئله برای تأثیر تربیتی تو می شود آورد ایرماست. ایرما از یک طرف بیگانه بود. وقتی به مغازت آمد دیگر بچه نبود. با تو بیشتر به عنوان یک رئیس سر و کار داشت. پس یعنی فقط تا حدودی و در سنی که انسان مقاومت نشان می دهد در معرض نفوذ تو قرار گرفت. ولی از طرف دیگر در هر حال خویشاوند تو بود. به تو که عمویش بودی احترام می‌گذاشت و قدرت تو در مورد او بسیار بیشتر از قدرت یک رئیس صرف بود. با این همه این موجودی که به رغم بدن ناتوانش کارمندی قابل و زیرک و پرکار و متواضع و مطمئن و با گذشت و وفادار بود، تو را به عنوان عمو دوست می‌داشت و به عنوان رئیس تحسین می‌کرد و در شغل‌های دیگرش هم چه قبل و چه بعد قابلیت نشان داده بود، در نظر تو کارمند چندان خوبی نبود. او در قبال تو حکم یک فرزند را پیدا کرده بود. البته نه بدون دخالت ما و تأثیر انحراف دهنده قدرت ذاتی تو بر او به حدی بود که او اگرچه تنها در قبال تو و امیدوارم بدون رنج عمیقی که فرزندانت برده اند، کم کم تبدیل شده بود به آدمی کم حافظه، سهلنگار، کنایه‌گو و تا آنجا که اصولاً از او برمی آمد شاید کمی هم سرسخت. بگذریم از این که موجودی بود همیشه بیمار که بار زندگی بی امید خانوادگیش هم بر دوشش سنگینی می کرد و از نظرهای دیگر هم چندان خوشبخت نبود. تو خودت آنچه در نظر من از هر حیثیت نمودار رابطه‌ات با اوست در یک جمله شاخص که میان ما ضرب المثل شده است خلاصه کرده ای. در جمله کم و بیش کفرآمیز که در عین حال معصومیت تو را در رفتارت با مردم به خوبی نشان می‌دهد. خدا بیامرز کلی گندکاری برایم باقی گذاشت و رفت. من میتوانم مدارهای بزرگتری از میدان تأثیر تو را و مبارزه‌هایی را که علیه این تأثیر صورت گرفته است به همین روال توصیف کنم، ولی آن وقت به قلمروهای نامطمئن خواهم رسید و ناچار خواهم شد از جانب خودم بین وقایع رابطه ایجاد کنم. از این گذشته تو از همان اوایل هرچه از محیط کسب و کار و خانواده‌ات دورتر می شدی، به همان نسبت حتی از حیثیت ظاهر هم مهربانتر و نرمتر و مؤدبتر و با ملاحظه‌تر و دلسوزتر می شدی. درست همانطور که یک حاکم مطلق وقتی خارج از قلمرو حکومتیش هست دلیلی نمی بیند آنجا هم مستبد باشد و می تواند با افراد فرودست‌ترین طبقه هم به خوشی رفتار کند. در عکس‌های گروهی که در فرانستاباد گرفتی فی‌المثل با آن هیکل درشت و حالت بانشاطی که داری، حالت ایستادنت در میان مردم کوتاه‌قد و بداخلاق واقعا شبیه حالت پادشاهی است که در مسافرت‌هایش از او عکس برداشته باشند. این چیزی است که نفعش در واقع میتوانست به بچه‌هایت هم برسد. البته با این فرض محال که در همان کودکی قابلیت تشخیص را می داشتند و مانند من ناگزیر نمی بودند مدام در درونی ترین، سخت‌ترین و خفقان آورترین حلقه نفوذ تو زندگی کنند. به این ترتیب من برخلاف ادعای تو نه تنها شم خانوادگیم را از دست دادم، بلکه برعکس هنوز هم شم خاصی برای زندگی خانوادگی داشتم. اما شمی به طور عمده منفی برای قطع رابطه باطنیم با تو که البته هرگز به قطع رابطه کاملی منجر نشد، ولی صدمه‌ای که تحت تأثیر تو به مناسبت من با انسان‌های خارج از محیط خانواده وارد شد چه بسا از این هم شدیدتر بود. اینکه فکر می‌کنی من با علاقه و وفاداری هر کاری که از دستم برمی آید برای دیگران می‌کنم، ولی از روی سردی و ناشکری برای تو و خانواده‌ام قدم از قدم بر نمی‌دارم، اشتباه محض است. برای چندمین بار تکرار می‌کنم.
در شرایطی دیگر من چه بسا باز هم آدمی می شدم دیرجوش و مردم ترس، ولی راهی که از اینجا تا جایی که امروز رسیدم طی شده است راه دراز و تاریکی است. من تا اینجای این نامه فقط مطالب نسبتاً معدودی را از روی عمد مسکوت گذاشتم، اما حالا و از این پس دیگر ناچارم مطالبی را که اعترافشان برای تو و برای خود من مشکل است به عمد مسکوت بگذارم. این را از این جهت میگویم که اگر احساس میکنی تصویر کلی روابط ما در این یا در آن مورد ناروشن میشود، فکر نکنی علتش فقدان دلیل است، بلکه برعکس علتش وجود دلیل‌هایی است که ممکن است سبب شوند این تصویر کلی توی ذوق بزند و تحمل ناپذیر شود. از حد اعتدال خارج نشدن در اینجا کار آسانی نیست. فقط کافی است به گذشته اشاره کنم. من در قبال تو اعتماد به نفسم را از دست داده بودم و در عوض آن احساس تقصیری بیکران کسب کرده بودم. روزی به این بیکرانی که فکر می‌کردم راجع به کسی نوشتم، می‌ترسد که این ننگ از خود او بیشتر عمر کند. وقتی با اشخاص دیگر معاشرت پیدا می‌کردم، نمی‌توانستم خودم را به یکباره تغییر بدهم، بلکه در برابر آنان به احساس تقصیر عمیق‌تر دچار می‌شدم، چون همانطور که گفتم میبایست ظلمی را که تو با مسئولیت مشترک من به آنان روا داشته بودی به نحوی جبران کنم. وانگهی مگر تو به تمام کسانی که من با آنان معاشرت داشتم به صراحت یا در نهان ایراد نمی گرفتی؟ تقاضا این را هم من مجبور بودم پس بدهم. عدم اطمینانی که تو سعی داشتی در مغازه و در خانواده نسبت به قالب مردم در من ایجاد کنی. ببین، می توانی یک نفر از کسانی را که در کودکی برای من اهمیتی داشتند اسم ببری که حداقل یک بار با انتقادهایت خردش نکرده باشی. و عجیب این است که از هیچ نظر بر دوشت سنگینی نمی کرد، چون تو آنقدر قوی بودی که بتوانی ثقلش را تحمل کنی و علاوه بر این شاید به راستی هم فقط نشانه حاکمیت تو بود. این عدم اطمینانی که من با دید کودکانه‌ای که داشتم در هیچ موردی نمیتوانستم بر آن صحه بگذارم، چون در هر مورد طرفت را انسان سراپا قابلی میدیدم. این عدم اطمینان در وجود من تبدیل شد به عدم اطمینان نسبت به خودم و ترس مدام نسبت به هر چیز ممکن دیگر. پس شکی نیست که من نجات از دست تو را در کل که نگاه کنیم نمیتوانستم در پناه بردن به دیگران ببینم. در اشتباه بودن تو شاید به این علت بود که تو در اصل از معاشرت‌های من بیخبر می‌ماندی و از روی بدگمانی و حسادت می‌بینی انکار نمی‌کنم که به من علاقه‌مندی. فکر می‌کردی که من چاره‌ای ندارم جز اینکه محروم بودن از زندگی خانوادگی را در جای دیگری جبران کنم. چون برای تو قبول اینکه در خارج از خانواده هم ممکن است زندگی مشابهی داشته باشم محال بود. این را هم بگویم که همین عدم اطمینان نسبت به صحت قضاوت‌هایم در کودکی مایه تسلیم بود. به خودم میگفتم ببین، داری اغراق میکنی، چیزهای پیش پا افتاده را به حساب استثنا میگذاری، آن هم استثناهای بزرگ، درست همانطور که همه مردم در این سن و سال میکنند. این مایه تسلی را بعدها وقتی که وسعت دیدم نسبت به واقعیت بیشتر شد دیگر کم و بیش از دست دادم. من در یهودیت هم نجاتی پیدا نمی کردم. اینجا امکان نوعی نجات در اصل می توانست باشد. از این هم بیشتر این امکان می توانست باشد که ما در یهودیت به هم برسیم یا حتی از آنجا هم زندگی هماهنگی را شروع کنیم. اما می دانی یهودیتی که از تو به من می رسید چه بود؟ من طی سالهای زندگیم در قبال یهودیت کم و بیش 3 نوع موضع مختلف به خود گرفتم. در کودکی خودم را مطابق با رأی تو ملامت می کردم که چرا به قدر کافی به کنیسه نمی روم، روزه نمی گیرم و الی آخر. فکر می کردم که این سهلنگاری خلافی است که نه نسبت به خودم بلکه نسبت به تو از من سر می زند و احساس تقصیرم که همیشه حاضر به خدمت بود تا مغز استخوان‌هایم رسوخ می کرد. بعدها در جوانی نمیفهمیدم تو چطور میتوانی با آن هیچی که از یهودیت داری به من ایراد بگیری که چرا به خودم زحمت نمیدهم که به قول تو لااقل از سر خدا ترسی چیزی شبیه به هیچ تو را مراعات کنم.
چون یهودیت تو تا آنجا که میتوانستم ببینم واقعا فقط یک هیچ بود، یک شوخی بود، حتی شوخی هم نبود. تو 4 روز از سال را به کنیسه میرفتی و در آنجا دست کم که بگیریم شباهتت به بی‌اعتناها بیشتر بود تا به آنها که موضوع را جدی میگرفتند. ترتیب دعا را سر فرصت یکی بعد از دیگری به صورت تشریفات میدادی و گاهی هم به تعجبم میانداختی که میتوانستی در کتاب دعا درست همان جایی را که میخواندند به من نشان بدهی و از اینکه بگذری من مجاز بودم به شرط اینکه عمده همین بود فقط در کنیسه باشم به هر جایی که دلم میخواهد بروم و پرسه بزنم. من سراسر ساعتهای متعددی را که در کنیسه بودیم به این صورت با خمیازه کشیدن و چرت زدن می‌گذراندم. گمان می‌کنم بعدها فقط در کلاس رقص بود که حوصله‌ام تا این حد سر رفت و حداکثر سعیم را می‌کردم تا خودم را با 1-2 وسیله‌ای که در کنیسه بود سرگرم کنم. فی‌المثل مواقعی که صندوق توریه را باز می‌کردند که همیشه مرا یاد اتاقک تیراندازی تفریحگاه‌ها میانداخت، چون آنجا هم هر بار که تیر به نقطه سیاهی میخورد در جعبه باز میشد، البته با این تفاوت که از آن جعبه ها همیشه چیزهای جالب توجهی بیرون میآمد و از این جعبه ها همیشه همان عروسک‌های کهنه بی سر. این را هم بگویم که وقت من در کنیسه در ترس میگذشت، نه تنها با این علت که با مردم زیادی تماس پیدا میکردیم، این بدیهی است، بلکه هم به این علت که تو روزی به طور ضمنی گفتی که ممکن است مرا هم برای خواندن تورات صدا بزنند. من سالهای سال از ترس این کار بر خودم میلرزیدم. به جز اینها دیگر چیزی نبود که مزاحم بی‌حوصلگی‌ام بشود، مگر حداکثر بارمیتوسه که برای من آن هم چیزی جز ازبر کردن مسخره لازم نداشت. پس یعنی فقط حکم نوعی امتحان دادن را برایم داشت و بعد هم تا آنجا که موضوع به تو مربوط میشد پیشامدهای کوچک و بی اهمیتی نظیر اینکه تو را برای تورات صدا میزدند و تو هم از عهده این کاری که بنا به احساس من یک واقعه منحصرا اجتماعی بود به خوبی برمی آمدی. یا وقتی که برای مراسم ذکران اموات در کنیسه میماندی و مرا به خانه میفرستادی و این هم تا مدت زیادی این احساس کم و بیش ناهوشیار را در من برمیانگیخت که لابد چیز مستهجنی در میان است. ظاهرا از یک طرف به این علت که مرا بیرون میفرستادید و از طرف دیگر به این علت که خود من هم علاقه چندان شدیدی نسبت به موضوع در خودم احساس نمی‌کردم. این وضع ما در کنیسه بود. در منزل وضع از این هم بدتر بود. تمام قضیه محدود میشد به مراسم شب اول عید فصل که شباهتش به یک کمدی همراه با خنده‌های تشنجی سال به سال، البته تحت تأثیر رفتار بچه‌هایت که بزرگتر میشدند بیشتر میشد. میدانی چرا مجبور بودی به این طرز رفتار تن در بدهی؟ چون باعثش خودت بودی. به این ترتیب همینها بودند تنها مصالحی که برای ساختن تدین به من منتقل میشد. بگذاریم از انگشت ملامت تو که در ملأ عام به پسرهای آقای فوکس میلیونر که در اعیاد مهم با پدرشان به کنیسه می آمدند اشاره می کرد. چند سال بعد موضوع را باز هم از زاویه دیگری دیدم و فهمیدم چرا فکر می کنی که من از این حیثیت هم با بدخواهی نسبت به تو خیانت می کنم. تو از جماعت قلیل و گتو مانند دهکده واقعا چیزکی از یهودیت به همراه آورده بودی که زیاد نبود و شهر و خدمت نظام هم یک درجه دیگر تقلیلش دادند. ولی با این همه تأثیرات و خاطرات جوانی هنوز به اندازه‌ای بودند که بتواند برای یک زندگی یهودی مانند قد بدهد. به خصوص به این علت که تو چندان حاجتی به این کمک‌ها نداشتی، بلکه از شجره تنومندی بودی و ملاحظات دینی مادام که زیاد با ملاحظات اجتماعی تداخل پیدا نمی‌کردند مشکل می‌توانستند تکانت بدهند. اعتقاد دینی که هادی زندگیت بود در اصل تشکیل می‌شد از اینکه به صحت بیچون و چرای عقاید طبقه معینی از یهودیان معتقد باشی و چون این اعتقادات با خصلتت می‌خواندند پس در واقع یعنی به شخص خودت معتقد باشی. البته برای این هم لازم بود که قطراتی از یهودیت در وجودت باشد که بود، اما نه آنقدر که بتوانی به بچت انتقالشان بدهی. انتقال بخارشان میکرد. یهودیتی که من در تو میدیدم از طرفی متشکل بود
از تأثیرات غیرقابل انتقال جوانیت و از طرف دیگر متشکل بود از وجود ترساورت و محال بود بتوانی به بچه‌ای که در قدرت مشاهده‌اش را ترس آسیب‌دهی دوچندان کرده بود بفهمانی که این دو سه حرکت ناچیزی که به نام یهودیت و با حالت علی السویه‌ای متناسب با ناچیز بودنشان برگزار می‌کنی ممکن است مفهوم بالاتری هم داشته باشند. تو در اینها مفهومی نمی‌دیدی چون حکم یادگارهای کوچکی از دوران گذشته را برایت داشتند. این بود که می‌خواستی به من هم انتقالشان بدهی، اما چون دیگر برای خودت هم ارزش نداشتند چاره جز توسل به تلقین و تهدید نداشتی، کاری که از طرفی فقط می‌توانست با شکست روبرو شود و از طرف دیگر میبایست تویی که از تشخیص موقعیت متزلزلت عاجز بودی به سبب یک دندگی ظاهری من به خشم بیاورد. این جریان البته پدیده بی سابقه ای نیست. قسمت اعظم یهودیان این نسل بینابین که از مناطق روستایی به نسبت متدین به شهرها نقل مکان کرده‌اند همین حال را دارند. این وضعی است که به خودی خود پیش آمده است، منتها به رابطه ما که در حد خودش خالی از تلخی نیست منبع دردآور دیگری از تلخی را اضافه می کند. در این مورد هرچند که تو هم باید مانند من به بیگناهیت معتقد باشی، ولی این بیگناهی را باید به ذات خودت و به اوضاع و احوال زمان هم نسبت بدهی و نه فقط به موقعیت‌های خارجی زندگیت. یعنی نباید فی‌المثل بگویی که کارها و نگرانی‌های دیگرت آنقدر زیاد بودند که نمی‌توانستی تازه به این چیزها هم بپردازی. با این کار تو بیگناهی بیچون و چرایت را تبدیل می‌کنی به ملامتی ناحق نسبت به دیگران و این چیزی است که در هر موردی و از جمله در مورد حاضر می‌شود به سادگی ردش کرد. مسئله این نبود که به فرزندانت فلان یا بهمان درس را بدهی. این زندگیت بود که میبایست نمونه باشد. اگر یهودیتت قوی تر می بود، نمونه‌ای هم که تو میبایست باشی بدون شک متقاعد کننده تر می شد. این چیزی بدیهی است و باز هم به هیچ وجه حکم ملامت کردن را ندارد. فقط کوششی است در رد ملامت‌های خودت. این اواخر تو خاطرات جوانی فرانکلین را خوانده ای. من این کتاب را واقعا از روی عمد برای خواندن به تو دادم، اما برخلاف گفته کنایه آمیز تو نه به علت آن قسمت کوچکی که به گیاهخواری مربوط می شود، بلکه به دلیل رابطه مؤلف و پدرش به آن صورتی که در کتاب شرح شده است و هم به دلیل رابطه مؤلف و پسرش به صورتی که خود به خود از این خاطراتی که اصولاً برای آن پسر نوشته شده است برمی آید. در این مورد نمیخواهم وارد جزئیات بشوم. این استنباط تو از یهودیت از طریق رفتارت در سالهای اخیر هم که فکر میکردی من به مسائل مربوط به یهودیت بیشتر میپردازم به نحوی برایم تأیید شد. از آنجا که تو نسبت به هر مشغله من به خصوص به نسبت به نحوه علاقه‌مندیم به آن احساس بیزاری میکنی، در این مورد هم همین احساس را داشتی. با وصف این میشد توقع داشت که تو در این یک مورد استثناء قائل بشوی. چیزی که در اینجا جان می گرفت در هر صورت یهودیتی بود از نوع همان یهودیتی که تو سنگش را به سینه می زدی. پس یعنی امکانی بود برای ایجاد روابطی جدید میان من و تو. انکار نمی کنم که من در صورتی که تو به این مسائل علاقه نشان می دادی درست به همین علت ابراز علاقت چه بسا نسبت به آنها مظنون می شدم. من حتی به ذهنم هم نمی رسید که ادعا کنم از این لحاظ از تو بهترم. اما کار به امتحان نکشید. به سبب مداخله من یهودیت برایت مشمئز کننده شد. کتاب‌های یهودی را قابل خواندن نمی‌دیدی، با دیدنشان عقت می‌نشست. معنی این میشد این باشد که تو اصرار داشتی فقط و فقط آن یهودیتی را درست بدانی که در کودکی به من نشان دادی و هیچ یهودیت دیگری هم حق وجود نداشت. ولی حزم این که تو اصولاً بتوانی در این مورد اصراری داشته باشی به راستی مشکل بود. پس عقه تو گذشته از این که در ابتدا نه متوجه یهودیت بلکه متوجه شخص من میشد.
فقط میتوانست به این معنی باشد که تو ناهوشیار به ضعف یهودیت خودت و تربیت یهودی من اذعان داشتی و به هیچ وجه نمیخواستی به یاد آن بیفتی و واکنشت در قبال هر خاطری از این دست به ناچار انزجار علنی بود. این را هم بگویم که ارزشیابی منفی تو در مورد یهودیت جدید من از هر جهت مبالغه آمیز بود، چون این یهودیت اولا نفرین تو را در باطن با خود داشت و در ثانی شرط اساسی تکوینش اصولا همبستگی با انسانهای دیگر بود. پس یعنی برای من فقط میتوانست حکم چیزی مهلک را داشته باشد. نزدیکتر به هدف بیزاری تو نسبت به نویسندگیم بود و نسبت به هر چه که به نحوی با آن ارتباط پیدا میکرد، حتی اگر آنها را نمیشناختی. در اینجا من واقعا تا حدی آزاد از قید تو بودم، هرچند که وضعم حالت کرمی را به یاد میآورد که نیمه عقب بدنش را لگد کردند و حالا دارد نیمه جلوی بدنش را جدا می کند و به کناری می کشد. با این همه تا حدی امنیت داشتم، نفس راحتی می کشیدم و بیزاری که تو از همان ابتدا طبعا نسبت به نویسندگیم نشان می دادی استثناءً در این یک مورد برایم خوشایند بود. البته حس خودخواهی و شهرت طلبیم از جمله‌ای که تو در استقبال از کتابهایم بر زبان می‌راندی و برایمان ضرب المثل شده بود لطمه می‌خورد. میگفتی بگذارش روی میز پای تخت، چون هر وقت کتابی به خانه میرسید تو داشتی ورق بازی میکردی. اما من در اصل احساس مطبوعی داشتم، نه فقط از روی بدخواهی و طغیان و نه فقط خوشحال از تایید مجدد استنباطم از روابط میان ما دو نفر، بلکه صرفاً به این سبب که گفتت برایم حکم چیزی را داشت نظیر اینکه حالا دیگر آزادی. اما این جز فریب چیزی نبود. من آزاد نبودم، یا اگر میخواستم خیلی خوشبین باشم هنوز آزاد نبودم. نوشتن من مربوط به تو میشد، چون در آنجا از چیزی مینالیدم که در دامان تو نمیتوانستم. وداعی بود که به عمد به درازایش میکشاندم، وداعی که اجبارش از تو بود ولی تعیین جهتش از من. اما این هم همه‌اش هیچ بود. اگر در اینجا اصولاً به آن اشاره می‌کنم تنها به این علت است که یکی از پیشامدهای زندگیم بوده، وگرنه در جای دیگر حتی ارزش اشاره را هم ندارد. و بعد هم به این علت که این نوشتن در کودکی چون نوعی دلگواهی، بعدها چون نوعی امید و بعد از آن هم اغلب چون یأس بر زندگیم مسلط بوده و من را باید بگویم باز هم در قالب شخصیت تو به اخذ یکی دو تصمیم بی اهمیت وامی داشته. مثلا در انتخاب شغل، در این مورد تو با رویه بزرگوارانه و حتی صبورانه‌ات کاملا آزادم گذاشته بودی. البته در اینجا هم از روال عمومی طبقه متوسط یهودیان در تربیت فرزند که برات ملاک عمل بود یا دست کم از معیارهای کلی این طبقه پیروی می‌کردی. چیزی که در این میان البته بی تأثیر نبوده سوء تفاهمی بود که در تو نسبت به شخص من به وجود آمده بود. منظورم این است که تو مرا از روی غرور پدری و به سبب ناآشنایی با وجود واقعیم و هم به سبب نتیجه گیری از بی‌بنیه بودنم آدم پرکاری می‌دانی. به عقیده تو من در بچگی مدام درس می‌خواندم و بعدها مدام می‌نوشتم. ولی این به هیچ وجه من الوجوه درست نیست. اگر بگویم که من کم درس خواندم و هیچ چیز یاد نگرفتم، اغراقش در قیاس با نظر تو بسیار کمتر است و اینکه در سالهای متمادی چیزکی در ذهنم ته نشست کرده با توجه به حافظه متوسط و استعداد نچندان درخشان یادگیریم نباید تعجبی داشته باشد. در هر صورت نتیجه نهایی که از نظر معلومات به خصوص از نظر شالوده ریزی معلومات به دست آمده در مقایسه با آنچه از لحاظ وقت و پول صرف شده است رقتبار است، آن هم با زندگی بظاهر بیغم و آرامی که من داشتم و خاصه در مقایسه با کسانی که به نحوی با آنها آشنایی پیدا کردم. گفتم رقت آور است، اما برای من قابل درک هم هست. من از وقتی که توانستم فکر کنم همیشه آنقدر نگران اظهار وجود معنویم بودم که هر چیز دیگری برایم علی السویه بوده است.
محصلان یهودی ما معمولاً موجودات عجیب و غریبی از کار در می آیند. نامحتمل ترین موارد را می شود در میانشان سراغ کرد، اما بی‌اعتنایی خشک و علنی و معدوم ناشدنی من که استغنای حیوانی و استیصالی طفلانه را می رساند به حد مضحکه نزدیک می شد و دال بر تخیل سرد کودکی از خود راضی بود. این بی‌اعتنایی را من در هیچ جای دیگری ندیدم. روحیه‌ای که در عین حال مرا از اختلالات عصبی ناشی از ترس و احساس تقصیر مسئول نگه می داشت. دلنگرانی من به خودم برمیگشت و این به چند شکل بود. مثلا به شکل دلنگرانی نسبت به سلامتم. شروعش چندان محسوس نبود. گاه و بیگاه دلواپسی هایی داشتم. به خاطر وضع گوارشم، ریزش موهایم، خمیده شدن مهره‌های پشتم و از این قبیل. این حال به درجات متعدد تشدید شد و عاقبت به بیماری واقعی کشید. ولی از آنجا که من از هیچ چیز مطمئن نبودم، هر لحظه محتاج تایید مجدد وجودم بودم. هیچ چیزی را به طور واقعی و نامشکوک و منحصر به نحوی که شخص خودم به صراحت در آن دخالتی داشته باشد در تملک نداشتم. فرزندی در حقیقت محروم از ارث. طبیعی است که اطمینانم از نزدیکترین شیء ممکن یعنی بدنم سلب شد. قدم دراز می شد اما نمیدانستم با این قد چه کار کنم. بار سنگینی بود، پشتم خمیده شد، جرأت حرکت را نداشتم. نرمش که دیگر هیچ. همانطور ضعیف ماندم. به آنچه داشتم به صورت معجزه نگاه می کردم. مثلا به وضع خوب گوارشم. و همین کافی بود که این را هم از دست بدهم. آن وقت بود که راه را برای انواع اقسام مال خویا باز شد تا اینکه زیر فشار فوق بشری قصدم برای ازدواج، در این مورد بعداً صحبت خواهم کرد، خون از ریه‌هایم بیرون زد. چیزی که منزلم در شونبورن پاله که در اصل فکر می‌کردم فقط برای نوشتن به آن احتیاج دارم. به طوری که این هم می‌تواند در این مقوله بیاید در ایجادش سهم بسزایی داشت. بنابراین همه اینها برخلاف تصوری که تو همیشه داشته‌ای معلول کار زیاد نبوده است. من در زندگی سالهایی داشتم که طی آنها در عین سلامت کامل پیش از تمام مدتی که تو در سراسر زندگیت بیکار بوده ای روی کاناپه اتاقم عاطل و باطل دراز کشیدم. حتی اگر مدت همه بیماری‌هایت را هم به حساب بیاوریم. وقتهایی که به بهانه کار زیاد از تو جدا می شدم اغلب برای این بود که بروم و در اتاقم دراز بکشم. معدل کل کار من چه در اداره که تنبلی در آنجا البته زیاد چشمگیر نیست و به علاوه به سبب بزدلیم حد و حدودی داشت و چه در منزل سخت ناچیز است. اگر تو از این و ذره اطلاع می داشتی به وحشت می افتادی. بعید نیست که من خصلتاً آدم تنبلی نباشم، ولی کاری نداشتم که بکنم. در جایی که زندگی می کردم مطرود و محکوم بودم، مغلوب بودم و برای فرار به جای دیگر هم البته سخت تلاش می کردم. ولی این کار نبود، چون از محالات بود، چیزی بود که وصول به آن به جز در چند مورد استثنایی بی اهمیت ورای قدرتم بود. در چنین وضعی بود که در انتخاب شغل آزاد بودم، ولی آیا من اصولاً می توانستم از این آزادی بهره‌ای ببرم؟ آیا قابلیت این را که به شغل واقعی دست پیدا کنم در خودم می دیدم؟ ارزشی که من می توانستم برای خودم قائل بشوم بیشتر از هر چیز به تو وابسته بود و نه به چیزهایی نظیر موفقیتی ظاهری در فلان یا بهمان کار. موفقیت تقویتم می کرد، ولی فقط برای یک لحظه و نه بیشتر، در حالی که از طرف دیگر ثقل وجود تو با قوتی هرچه بیشتر متوقفم می‌کرد. فکر می‌کردم سال اول دبستان را هرگز پشت سر نخواهم گذاشت، ولی موفق شدم. حتی جایزه هم گرفتم. در امتحان ورودی دبیرستان حتما قبول نخواهم شد، ولی موفق شدم. سال اول دبیرستان را حالا دیگر بدون تردید رد می‌شوم، ولی نه، رد نشدم و همینطور مرحله به مرحله پیش رفتم. اما نتیجهش اتکای به نفس نبود. برعکس، یقین داشتم و دلیلش را هم در قیافه بازدارنده تو به وضوح می دیدم که هرچه بیشتر موفق می شوم عاقبتش وخیم‌تر خواهد شد. بارها جمع وحشت‌آور معلمان را در خیال می دیدم.
دبیرستان فقط یک پارچه ترین مثال برای این وضع است، وگرنه در همه موارد حالم همین بوده است که پس از قبول شدنم در کلاس اول، در کلاس دوم و پس از قبول شدن در این کلاس و در کلاس سوم و همینطور تا به آخر جلسه تشکیل خواهند داد تا این مورد کاملا استثنایی به راستی مفتضح را بررسی کنند و بفهمند این بی‌قابلیت ترین یا در عین حال بی‌سوادترین شاگرد به چه حقی موفق شده است خودش را در این کلاس جا کند و آن وقت از آنجا که توجه عموم به من معطوف شده بود بدون چون و چرا و فلفور شر مرا کم کنند و از این راه مایه پایکوبی و شادمانی همه صالحانی شوند که از این کلاس، از این کابوس رهایی یافتند. با این نوع تصورات سر کردن برای یک بچه آسان نیست. در چنین شرایطی برای من درس چه اهمیتی میتوانست داشته باشد؟ چه کسی میتوانست ذره علاقه در من ایجاد کند؟ علاقه من به درس و نه تنها به درس بلکه به هر چیزی که در این سن حساس احاطه‌ام کرده بود شاید وقتی روشن شود که خودم را به کارمند بانکی تشبیه کنم که اختلاس کرده اما هنوز خدمت می‌کند. از کشف قضیه هراسان است و فقط به آن قسمت کوچکی از کارهای بانک علاقه‌مند است که انجامش را بر عهده‌اش گذاشتند. همه چیزها در قیاس با مسئله اصلی به همین اندازه برایم بی‌قدر و دور بودند و بعد هم به دیپلم که رسیدم گرفتنش را واقعا تا حدی مدیون تقلب هستم. آن وقت دیگر پا از پا بر نداشتم، دیگر آزاد شده بودم. منی که تا اینجا را به رغم محدودیت‌های تحصیل در دبیرستان فقط و فقط به خودم پرداخته بودم. حالا که آزاد بودم دیگر کوچکترین مانعی پیش پا نداشتم. به این ترتیب که چیزی به اسم آزادی در انتخاب شغل برای من وجود نداشت. تردیدی نداشتم در مقایسه با مسئله اصلی هر چیز دیگری برایم به اندازه مواد درسی دبیرستان علی‌السویه خواهد بود. پس مشکل من در این خلاصه می شد که شغلی انتخاب کنم که نسبت به هر شغل دیگر به این بی‌اعتنایی‌ام بیشتر میدان بدهد و در ضمن تا حدی هم خودپسندیم را ارضا کند. پس حقوق بدیهی‌ترین رشته بود. تلاش‌های ناچیزی که از روی خودپسندی و به امیدی واهی در خلاف این جهت کردم، مثلا تحصیل 14 روزه شیمی یا تحصیل نیم ساله ادبیات آلمانی، فقط توانستند بر اعتقاد اصلیم صحه بگذارند. این بود که حقوق خواندم و با این نتیجه طبیعی که چند ماه پیش از امتحان در حالی که اعصابم خورد شده بود غذای ذهنم به اصطلاح خاک اره بود، آنم خاک اره‌ای که هزارها نفر قبلا برایم جویده بودندش، اما همین درست چیزی بود که مثل تحصیل قبلیم در دبیرستان و شغل کارمندیم بعداً از یک نظر که بگیریم به مذاقم خوش می آمد، چون تمام و کمال با وضعم می‌خواند. به هر حال در این مورد من عاقبت اندیشی شگفت‌آوری از خود نشان داده بودم. در مورد تحصیل و شغل دلم از همان بچگی درست گواهی داده بود. از اینجا توقع نجات نداشتم. در اینجا مدت‌ها بود که قطع امید کرده بودم. اما در مورد اهمیت و امکان ازدواج هیچ عاقبت اندیشی از خود نشان ندادم. این بزرگترین وحشت زندگیم می شود گفت که به من شبیخون زد. تحول من در کودکی خیلی کند بود. چنین مسائلی از هر لحاظ از من دور بودند. گاه و بیگاه ضرورت فکر کردن به آنها پیش می آمد. ولی اینکه در اینجا مقدمات آزمایشی دائم و اساسی و حتی تلخترین آزمایش زندگیم را فراهم می آمد قابل تشخیص نبود. تلاش‌های من برای ازدواج در حقیقت پرعزمت‌ترین و امیدبخش‌ترین تلاش برای نجات از قلمرو تو از کار درآمدند که البته به تناسب پرعزمت‌ترین شکست را هم به ارمغان آوردند. از آنجا که اقدامات من در این جهت همه با شکست روبرو می‌شوند، ترسم این است که حتی در فهماندن این تلاش‌ها به تو هم نتوانم توفیق به دست بیاورم، در حالی که توفیق تمام این نامه درست به همین توضیح بستگی دارد. در این تلاش‌ها از طرفی همه نیروهای مثبتی که من در اختیار داشتم جمع آمده بودند و از طرف دیگر تمام نیروهای منفیم هم که آنها را به عنوان بخشی از تأثیر طرز تربیت تو شرح دادم، یعنی ضعف، فقدان اعتماد به نفس و احساس تقصیر، تقریباً به شکل غیظ دست به دست هم داده بودند و حکم سدی را پیدا کرده بودند میان من و ازدواج.
علت دیگر اشکالی که در این توضیح هست این است که من همه اینها را شب و روز مکرر در ذهنم گذراندم و آنقدر زیر و رویشان کردم که دیگر دیدنشان کافی است تا سردرگمم کند. تنها چیزی که کار توضیح را آسان می کند این است که به نظر من تو مسئله را مطلقاً بد فهمیده ای. سوء تفاهمی چنین مطلق را کمی تصحیح کردن گمان نکنم آنقدرها هم مشکل باشد. در درجه اول اینکه تو شکست‌های مرا در ازدواج در ردیف شکست‌های دیگرم می‌گذاری. من فی‌النفس با این مخالفتی ندارم، البته به شرط آنکه توضیحات کلی که تا اینجا راجع به شکست‌هایم داده‌ام مورد قبولت باشد. شکست من در ازدواج جایش واقعا هم در همین ردیف است. منتها تو اهمیت مسئله را کم می‌گیری، آن هم به طرزی که وقتی با هم درباره‌اش صحبت می‌کنیم هر کدام در اصل از چیز دیگری حرف می‌زنیم. به جرئت می‌توانم بگویم که تو در سراسر زندگیت با هیچ واقعی روبرو نبوده‌ای که اهمیتش برای تو به پای اهمیتی برسد که تلاش‌های ازدواج برای من داشته‌اند. منظورم این نیست که تو اصولاً مهمی را پشت سر نگذاشته‌ای، بلکه برعکس زندگی تو خیلی پرماجراتر و پردردسرتر و فشرده‌تر از زندگی من بوده است. اما درست به همین علت است که چیزی مشابه برایت پیش نیامده. به این میماند که کسی مجبور باشد از 5 پله کوتاه بالا برود و کسی دیگر فقط از 1 پله، ولی این 1 پله دست کم برای او به اندازه بلند باشد که جمع آن 5 پله دیگر برای آن دیگری. آن نفر اول نه فقط از عهده هر 5 پله بلکه از عهده صدها و هزارها پله دیگر هم برخواهد آمد. زندگی او زندگی بزرگ و پرمشقتی خواهد بود. اما هیچ کدام از پله‌هایی که از آنها بالا رفته برای او آن اهمیتی را نخواهد داشت که آن 1 پله اول و بلند برای آن نفر دوم، که اگر تمام قدرتش را هم به کار بگیرد محال است بتواند از آن بالا برود. پله‌ای که هرگز به بالایش نخواهد رسید و طبیعی است که هرگز هم از آن نخواهد گذشت. ازدواج کردن، خانواده‌ای تشکیل دادن، همه فرزندانی را که خواهند آمد پذیرفتن، آنها را در این دنیای نامطمئن نگه داشتن و حتی کمی هم راهنمایی کردن، اینها به اعتقاد من حداکثری است که اصولاً ممکن است از عهده کسی بر بیاید. اینکه همه مردم ظاهراً از عهده‌اش برمیآیند دلیلی برای نفی گفته‌ام نیست، چون اولاً عده کسانی که از عهده‌اش برمیآیند زیاد نیست. ثانیاً این عده معدود هم به آن عمل نمی‌کنند، بلکه برایشان صرفاً پیش می‌آید. این البته با آن حداکثری که گفتم 2 تاست، ولی در هر حال بسیار بزرگ و بسیار افتخارآمیز است، به خصوص که عمل و پیش آمد را نمی‌توان به دقت از هم تفکیک کرد. وانگهی این حداکثر به هیچ وجه در اینجا مطرح نیست. چیزی که مطرح است کوشش در جهت قرب به صحتی است، گرچه بعید اما در خور تقدیر. ضرورتی ندارد که درست تا وسط خورشید پرواز کنیم، اما قدر مسلم این است که باید دست کم به گوشه پاکی از زمین برویم که گاه و بیگاه آفتابی میگیرد و کم و بیش گرمایی میدهد. ببینیم من برای این کار تا چه حد آمادگی داشتم. در واقع هیچ. این از آنچه هم تا به حال گفتم برمی آید تا آنجا که در این مورد اصولاً بشود از آمادگی مستقیم یک فرد و از ایجاد مستقیم شرایط اساسی و کلی حرف زد، تو از خارج دخالت زیادی نکردی. جز این هم نمیتوانست باشد. چیزی که در اینجا نقش عمده را بر عهده دارد، عرف‌های جنسی حاکم در طبقه و ملت زمان است. با این همه تو در اینجا هم دخالت میکردی. البته نه زیاد، چون شرط حتمی چنین دخالتی وجود نوعی اعتماد عمیق میان طرفین است و این اعتماد را هر دوی ما مدتها قبل از اینکه فرصت مناسب فرا برسد از دست داده بودیم و نه با نتیجه دلخواه، چون احتیاجهای ما از هر لحاظ با هم متفاوت بود. چیزی که تمام وجود ما را مجذوب می کند دلیلی ندارد که حتی ذره هم در تو اثر کند و به عکس
چیزی که از دید تو معصیت است ممکن است در نظر من معصومیت باشد و به عکس چیزی که برای تو وخامتی به دنبال ندارد ممکن است برای من حکم سنگ قبر را داشته باشد. یادم میآید که شبی با تو و مادر قدم می‌زدیم. در میدان یوزف بود، نزدیک لندربانک امروز، و من لاف زنان، مسلط، مغرور، خونسرد. این حقیقت نداشت. سرد. این واقعی بود و با لکنت زبانی که اغلب در موقع صحبت با تو گرفتارش می شدم شروع کردم به حرف زدن درباره آن چیزهای جالب توجه و ملامتتان کردم که چرا تعلیمات لازم را به من ندادید، چرا همشاگردی هایم می بایست من از قضایا مطلع کنند و بعد هم که با چه خطرهای بزرگی روبرو شدم. اینجا را مثل همیشه با بیشرمی تمام دروغ می گفتم تا خودم را پرجرأت بنماییم. چون ترسو بودنم همیشه مانع از آن بود که بتوانم تصور دقیقی از خطرهای بزرگ داشته باشم. و در خاتمه مطلب اشاره هم کردم به اینکه حالا خوشبختانه همه چیز را می‌دانم، دیگر احتیاجی به مشورت ندارم و همه چیزها درست شده است. به هر حال اینکه من اصولاً شروع کردم به حرف زدن در این مورد، علت عمده‌اش این بود که خوشم می‌آمد دست کم حرفش را زده باشم. و بعد هم از روی کنجکاوی و بالاخره به این علت که به نحوی و برای هر چه هم که شده از شما انتقام گرفته باشم. تو به اقتضای سرشتت موضوع را خیلی ساده گرفتی و چیزی گفتی کم و بیش در این حدود که اگر بخواهم میتوانی توصیه‌ای به من بکنی تا من بتوانم بدون خطر به این کارها دست بزنم. بعید نیست که من در آن وقت میخواستم درست جوابی نظیر این را از تو در بیاورم. چون با هرز خیالی های من، یعنی بچه‌ای که در او گوشت و هزارها چیز خوب دیگر تپانده بودند، بچه‌ای که از نظر بدنی فعالیتی نمی‌کرد و مدام و متصل به خودش مشغول بود، از هر جهت می‌خواند. با وصف این شرم حضور من با جواب تو چنان برانگیخته شد یا گمان می‌کردم میبایست آنقدر برانگیخته شود که من برخلاف میلم دیگر نتوانستم صحبت درباره موضوع را ادامه بدم و با تکبر و گستاخی گفتگو را قطع کردم. سبک و سنگین کردن جواب آن وقت تو آسان نیست. چنین جوابی از یک طرف صراحتی خرد کننده و به اصطلاح اصالتی بدوی دارد و از طرف دیگر تا آنجا که به خود توصیه مربوط می شود به طرز تجدد طلبانه بی ملاحظه است. نمیدانم در آن وقت چند سالم بود. از 16 سال نمی بایست بیشتر داشته باشم. با این همه جواب تو برای جوانی در این سن و سال به راستی جواب غریبی بود. در ضمن فاصله میان ما دو نفر را در این هم می شود تشخیص داد که این در اصل اولین تعلیم مستقیم و زندگی پسندی بود که از تو می گرفتم. معنی واقعی آن که در همان وقت به قعر ذهنم نشست ولی تازه سالها بعد تا حدی به سطح ضمیر هوشیارم صعود کرد این بود: چیزی که به من توصیه کرده بودی از دید تو و به خصوص از دید من در آن زمان می‌دانیم که کثیف‌ترین چیز ممکن بود. اینکه می‌خواستی ترتیبی بدهی که من از نظر جسمانی چیزی از این کثافت را به خانه نیاورم عمده نبود، چون با این کار فقط می‌خواستی خودت را و خانه‌ات را حفظ کنی. عمده این بود که جواب تو خود تو را خارج از میدان توصیه‌ات نگه می‌داشت. یک شوهر، یک مرد پاک مبرا از این چیزها. این کیفیت برای من شاید از جهت دیگری هم تشدید میشد، از این جهت که برای من در آن زمان حتی خود ازدواج را هم وقیح میدیدم و بنابراین برایم محال بود آنچه از این آن راجع به زندگی زناشویی میشنیدم به والدینم ربط بدهم. این تو را پاکتر میکرد، بالاترت میبرد اینکه تو هم قبل از ازدواجت ممکن بوده است توصیه مشابهی از کسی گرفته باشی برایم غیر قابل تصور بود. به این ترتیب دامن تو به کمترین کثافت دنیوی هم آلوده نبود. آن وقت همین تو بودی که مرا انگار که سرنوشتم باشد با یکی دو کلمه صریح به گودال این کثافت میانداختی. پس اگر جهان فقط از من و تو تشکیل میشد، این تصوری بود که تمایل زیادی به آن داشتم. آن وقت انتهای پاکی این جهان تو بودی و من از برکت توصیه تو ابتدای کثافتش. اینکه تو مرا به این طرز محکوم کنی
فی‌النفس غیر قابل درک بود و من توجیهش را فقط در تقصیر ریشه‌دار در خودم و تحقیری بی‌پایان از جانب تو می‌توانستم ببینم. می‌دیدم که باری دیگر درونی‌ترین بخش وجودم ضربه خورده است. آن هم ضربه بسیار سخت. در اینجا بی تقصیری هر دوی ما را شاید بشود روشن‌تر از هر مورد دیگری دید. الف به توصیه می‌کند که نه چندان دلنشین اما رک و پوسکنده و مطابق با استنباطش از زندگی است و در ضمن توصیه‌ای است که از هر لحاظ در شهر معمول است و چه بسا مانع بسیاری از امراض هم می‌شود. این توصیه از نظر اخلاقی قوت قلبی به نمی‌دهد، ولی او چرا نباید بتواند به مرور زمان خودش را از قید آن ناخوشی احتمالی نجات بدهد؟ وانگهی مگر اجباری دارد به توصیه الف عمل کند؟ در هر حال خود این توصیه به تنهایی نباید دلیلی باشد برای اینکه آینده ب سراسر در هم بریزد. با همه اینها چیزی شبیه این اتفاق میافتد و دلیلش هم فقط این است که الف تویی و ب من. در این مورد این بی‌تقصیری دو جانبه من به علاوه به این علت میتوانم خوب قضاوت کنم که حدود 20 سال بعد در شرایطی کاملا متفاوت برخورد مشابهی میان ما پیش آمد. برخوردی که در حد خودش خوف‌آور بود، ولی صدمه‌اش به پای این یکی نمی رسید. چون من 36 ساله دیگر چه می توانستم داشته باشم که اصولاً بتواند صدمه ببیند؟ منظورم آن بحث کوتاهی است که وقتی خبر آخرین قصد ازدواجم را به تو دادم، در یکی از 2-3 روز پرآشوبی که به دنبالش داشتیم میان من و تو در گرفت. چیزی که آن روز به من گفتی تقریباً این بود: یارو لابد مثل همه دخترهای یهودی پراگ یک بلوز مکش مرگ ما پوشیده بود و تو هم البته فلفور تصمیم گرفتی او را بگیری. آن هم هر چه زودتر، همین هفته دیگر، فردا، امروز. من از کارهایت سر در نمی آورم. مگر تو آدم بالغی نیستی؟ تو در شهر زندگی می کنی و آن وقت کار دیگری بلد نیستی جز اینکه با اولین دختری که دم دستت میافتد ازدواج کنی؟ فکر نمی کنی که امکان دیگری هم وجود داشته باشد؟ اگر ترس و واهمه داری میخواهی همراهت بیایم؟ حرفهای تو مفصلتر و روشنتر بودند، ولی من جزئیاتشان را به خاطر ندارم. شاید هم همه چیزها را کمی مات می‌دیدم و حواسم تقریباً فقط به مادر بود که اگرچه از هر حیث با تو موافق بود، ولی برای اینکه دست کم ظاهر را حفظ کرده باشد چیز را از روی میز برداشت و از اتاق بیرون رفت. فکر نمی‌کنم هیچ وقت با گفته‌هایت مرا بیشتر از این خار کرده باشی و تحقیرت را از این صریح‌تر نشان داده باشی. وقتی 20 سال قبل به طرزی مشابه با من حرف زدی، امکان اینکه آدم بتواند رفتارت را از دید تو نگاه کند و در آن حتی قدری احترام نسبت به جوانک پیشرس شهری ببیند وجود داشت. چون میدید لابد عقیده‌ای داری که میشود او را بدون حاشیه رفتن وارد مسائل کرد، ولی امروزه این ملاحظه فقط و فقط میتواند تحقیر را عمیق‌تر کند. چون جوانکی که در آن وقت میرفت که دورخیزی بردارد همانجا درمانده و به نظر تو ذره هم تجربه کسب نکرده، فقط به اندازه 20 سال فلاکت بارتر شده است. تصمیمی که من در مورد فلان دختر گرفته بودم برای تو هیچ اهمیتی نداشت. توی که قدرت تصمیم مرا همیشه ناهوشیار فرو کوبیده‌ای. حالا هم ناهوشیار فکر می‌کردی می‌دانی این دختر از چه قماشی است. تو از تلاشایی که من در جهت‌های دیگری برای نجات از تو می‌کردم اطلاعی نداشتی، پس نمی‌توانستی از افکاری هم که به این تصمیم من برای ازدواج منتهی شده بود اطلاعی داشته باشی. میبایست سعی کنی حدس بزنی و آن وقت مطابق با قضاوت کلی که راجع به من داشتی حدست را به نفرت آورترین و ناآشیانه ترین و مسخره ترین صورت زدی و در این صورت که به همین صورت هم بر زبانش بیاوری حتی یک لحظه هم تردید نکردی. ننگی که تو با این عملت برایم خریدی در مقایسه با ننگی که به عقیده تو ازدواج ممکن بود برای حیثیت تو به همراه داشته باشد در نظرت هیچ بود. راجع به قصدهای من برای ازدواج تو البته جوابهایی برای دادن داری که اغلبشان را هم داده ای.
میگفتی چه احترامی میتوانی نسبت به تصمیم من داشته باشی وقتی میبینی که نامزدیم را با فعل 2 بار به هم زدم و 2 بار از نو شروع کردم. تو و مادر را بی جهت برای مراسم نامزدی به برلین کشاندم و قس الهازا. اینها همه درست، ولی چطور شد که به اینجا کشید؟ فکر اساسی من در هر 2 کوششم برای ازدواج کاملا صحیح و به مورد بود. میخواستم خانه‌ای داشته باشم، میخواستم استقلال پیدا کنم. این فکری است که میدانیم باب طبع تو است. با این تفاوت که در عمل به آن بازی بچگانه تبدیل می شود که یکی دست دیگری را می گیرد و حتی فشار هم می دهد، ولی در ضمن می گوید برو دیگر پس چرا نمی روی؟ که این هم البته در مورد ما 2 نفر پیچیدگی بیشتری پیدا می کند. چون تو این برو دیگر را همیشه جدی گفته ای و همیشه هم بدون آنکه بدانی فقط به نیروی شخصیت مرا نگه داشته ای. درست‌تر بگویم در پایین نگه هم داشته ای. هر 2 دختر مورد بحث اگرچه از روی تصادف ولی در کمال دقت انتخاب شده بودند. اینکه تو میتوانی فکر کنی که من ترسو و مردد و بدگمان در یک چشم به هم زدن تصمیم به ازدواج میگیرم، مثلا به سبب لذتی که از یک بلوز میبرم، این هم نشانه دیگری است بر اینکه فکر مرا به تمام و کمال بد میفهمی. اگر تأمل را شرط ازدواج‌های معقول بدانیم، باید گفت که هر 2 این ازدواج‌های معقولی می‌شدند چون شب و روز من صرف این نقشه‌ها شده بود که در مورد اول چند سال و در مورد دوم ماه‌ها. هیچ کدام از این دخترها خلاف انتظار من از کار در نیامدند. این من بودم که خلاف انتظار آنها از کار درآمدم. قضاوت من راجع به آنها امروز هم درست مانند زمانی است که قصد ازدواج با آنها را داشتم. این هم درست نیست که من در کوشش دومم برای ازدواج به تجربه‌های کوشش اولم بی‌اعتنا بودم. پس یعنی از روی بی‌فکری عمل کردم. این 2 مورد درستش را که بخواهیم با هم از زمین تا آسمان فرق داشتند و درست همان تجربه‌های قبلی هم بودند که در مورد دوم در این موردی که تحقق پیدا کردنش از هر جهت بیشتر بود به من امید می‌دادند. در اینجا نمی‌خواهم وارد جزئیات بشوم. پس چرا ازدواج نکردم؟ اینجا و آنجا موانعی در پیش بود، همانطور که همیشه هست. ولی مگر زندگی چیزی جز روبرو شدن با این نوع موانع هست؟ اما مانع عمده که متاسفانه جدا از این مورد یا آن مورد است، عبارت بود از این که من از نظر روحی ظاهراً قادر به ازدواج کردن نیستم. نشانش این است که من از همان لحظه‌ای که تصمیم به ازدواج میگیرم دیگر نمیتوانم بخوابم. شب و روز سرم داغ میشود. دیگر زندگی درستی ندارم. مستعسل به این طرف و آن طرف میروم. باعث این حالتها نگرانی‌های مختلف نیست. درست است که با طبیعت کند و وسواسی که من دارم یک کرون نگرانی هم به سراغم میآیند، ولی اینها نقش عمده‌ای ندارند. اینها حکم کلمی را دارند که کار جنازه را به آخر میرسانند. اما ضربه اصلی را من از جای دیگری خوردم و این همان فشار روحی ناشی از ترس و ضعف و حقیرمنشی من است. سعی می‌کنم دقیق‌تر توضیح بدهم. وقتی به فکر ازدواج میافتم، در قلمرو روابط میان من و تو ظاهراً 2 عنصر متضاد با شدتی کم نظیر دست به دست هم میدهند. ازدواج بی تردید ضامن حادترین نوع استقلال و رهایی من است. میتوانستم خانواده‌ای داشته باشم، یعنی حداکثری که به نظر من اصولاً میشود به آن دست یافت. پس یعنی همان حداکثری که تو به آن دست یافته. میتوانستم با تو در یک ردیف قرار بگیرم. و آن وقت همه ننگ‌ها و زورگویی‌های قدیم و جدید و آتی به حساب گذشته‌ها میرفت و تمام میشد. و این البته به قصه بیشتر شبیه می شود. ولی مسئله هم درست در همین جاست. خیلی زیاد است، به این همه نمی شود دسترسی پیدا کرد. مثل این است که کسی محبوس باشد و بخواهد علاوه بر فرار که شاید محال نباشد، در این حال ساختمان زندان را هم تغییر بدهد و آن را به اشرتکده‌ای برای خود تبدیل کند. اگر فرار کند، در ساختمان زندان نمیتواند تغییری بدهد. و اگر ساختمان زندان را تغییر بدهد، نمیتواند فرار کند. اگر من در ارتباط بداقبالی که با تو دارم بخواهم مستقل باشم، باید به کاری دست بزنم که حتی امکان هیچ رابطه با تو نداشته باشد. ازدواج درست است که عظیمترین عمل ممکن است و پر افتخارترین استقلال را به انسان میدهد.
اما در عین حال نزدیکترین رابطه را با تو دارد. قصد خروج از اینجا نوعی جنون به حساب می آید، چون هر تلاشی در این جهت خود به خود حکم مجازات را دارد. آن وقت درست همین رابطه نزدیک با تو است که تا حدی مرا به ازدواج کردن وسوسه می کند. من از این برابری با تو که در آن صورت میان من و تو ایجاد خواهد شد و تو اولین کسی خواهی بود که درکش خواهی کرد، درست به این علت تصور شیرینی دارم که آن وقت من پسری خواهم بود آزاد، حق‌شناس، بی تقصیر صادق و تو پدری خواهی بود ناافسرده، نامستبد، دلسوز و راضی. و این البته هدفی است که برای رسیدن به آن باید کاری کرد که آنچه که اتفاق افتاده اتفاق نیفتاده باشد. پس یعنی باید بر وجود هر دوی ما خط بطلان کشید. ولی حالا که وجود ما همین است که هست، راه ازدواج برای من سد است، چون درست در قلمرو بیچون و چرای تو قرار دارد. من گاهی این تصور رو در ذهن دارم که نقشه روی زمین پهن کردن و تو با تمام بدنت رویش دراز کشیده ای. آن وقت احساس می کنم که فقط آن مناطقی برای زندگی به من اختصاص داده شده است که یا بدنت آنها را نپوشانده یا دور از دسترست قرار دارد و اینها به حساب تصوری که من از عظمت تو دارم مناطقی هستند نه چندان متعدد و نه چندان تسلا بخش و ازدواج در هر حال جزو آنها نیست. همین مقایسه گویای این مطلب است که من به هیچ وجه ادعا نمی کنم که تو با نمونه‌ای که به دست دادی مرا از زندگی زناشویی تاراندی، همانطور که از کسب و کارت تاراندی، بلکه برعکس، به رغم این تشابه بسیار دور در زندگی زناشویی شما من زندگی مشترکی می دیدم که از بسیاری جهات نمونه بود، چه از جهت وفاداری، چه از جهت مساعدت و چه از جهت تعداد فرزند. حتی وقتی که فرزندهایتان بزرگ شدند و سال به سال آرامش خانوادگی را برهم زدند، باز هم زندگی مشترک شما فی‌النفس دست نخورده ماند. درست همین همسری نمونه بود که باعث شد من برای ازدواج حرمت خاصی قائل بشوم. اینکه اشتیاق من برای ازدواج اشتیاق بی‌بنیه‌ای بود دلیل دیگری داشت. دلیلش را باید در چگونگی رابطه تو با فرزندانت دید که موضوع تمام این نامه است. بعضی عقیده دارند که ترس از ازدواج گاهی از این ناشی می شود که انسان می ترسد مبادا بعدها کفاره گناهانی را که نسبت به پدر و مادرش مرتکب شده است به فرزندانش پس بدهد. گمان می کنم این در مورد من مصداق نداشته باشد، چون احساس تقصیر من در اصل از خود تو سرچشمه میگیرد و از این گذشته بی همتا بودنش چنان محرز است. این احساس بی همتا بودن در حقیقت جزء جدایی ناپذیر ماهیت زجرآور آن است که تکرارش محال می نماید. با وصف این باید بگویم که تحمل پسری تا این حد کم حرف و ملول و خشک و بی حاصل برایم ناممکن می بود و چه بسا که اگر امکان دیگری می دیدم از او فرار می کردم، مهاجرت می کردم، کاری که تو تازه پس از شنیدن خبر ازدواجم می خواستی بکنی. بنابراین عدم قابلیت من برای ازدواج از این هم متأثر نبوده است. اما از همه اینها مهمتر دلنگرانی است که من با خود دارم. منظورم این است، قبلا گفتم که من با نوشتن و یا با آنچه به نحوی به آن مربوط می شود تلاش‌هایی کردم برای مستقل شدن، برای فرار و در این کار فقط ذره‌ای موفق بودم. این تلاش‌ها راهی به جایی نمیبرند. از این خیلی چیزها برایم ثابت شده است. با این همه وظیفه‌ام این است، یا بهتر بگویم ماهیت زندگیم این است که حافظشان باشم. نباید بگذارم که خطری که از عهده دفعش برمیآیم یا حتی فقط امکان چنین خطری برای آنها پیش بیاید. ازدواج امکان چنین خطری است و البته امکان بزرگترین کمک‌ها هم هست، ولی برای من همین کافی است که امکان خطر باشد و اگر معلوم باشد که واقعا خطر است، آن وقت تکلیف من چه خواهد بود؟ مگر من میتوانم با احساس چه بسا غیرقابل اثبات ولی در هر حال انکار ناپذیر این خطر زندگی زناشویی را ادامه بدهم؟ در مقابله با اینها اگرچه ممکن است که دو دل باشم، ولی نتیجه نهایش در همه حال محرز است. باید چشم بپوشم، تشبیه گنجشک در دست و کبوتر بر بام خیلی دورادور به اینجا میخورد. من در دستم هیچ ندارم، آنچه هست همه‌اش بر بام است.
با وصف این چاره‌ای ندارم جز اینکه موقعیت مبارزه و اضطرار زندگی این را ایجاب می‌کند. همین هیچ را انتخاب کنم، مگر در مورد شغل ناچار به انتخاب چیزی مشابه نبودم. اما مهمترین مانع من در کار ازدواج این اعتقاد ریشه‌کن ناشدنی من است که لازمه نگهداری و به خصوص هدایت یک خانواده آن چیزهایی است که من در تو تشخیص دادم. آن هم همه اش با هم، چه خوب و چه بد، درست همانطور که در سازواره تو با هم تلفیق پیدا کردند. یعنی قدرت بدنی و تمسخر دیگران، سلامت و نوع افراد، بلاغت کلام و عدم لیاقت، اعتماد به نفس و نارضایی از همه کس، احاطه بر مسائل زندگی و استبداد، مردم شناسی و عدم اطمینان به بیشتر مردم. و بعد هم فضیلت هایی که هیچ زیانی به همراه ندارند، مثل پرکاری، استقامت، حضور ذهن و تنه نترس. از تمام اینها نسبت که بگیریم من تقریبا هیچ نصیبی ندارم یا خیلی کم داشتم. آن وقت میخواستم دل به دریا بزنم و ازدواج کنم، آن هم در حالی که میدیدم حتی تو هم ناچار بوده در جریان زندگی زناشویت سخت مبارزه کنی و در قبال بچه‌هایت حتی با شکست مواجه شده ای. این سوال را طبیعی است که من به این روشنی برای خودم مطرح نمی کردم و جوابش را هم به این روشنی نمی دادم. وگرنه دلیلی نداشت که فکر ساده و روزمره‌ای بر قضیه مسلط نشود و مردان دیگری را به من نشان ندهند که با تو فرق داشتند. مثلا از جمله اطرافیانت عمو ریشارد و با وصف این ازدواج کردند و زیر فشار این بار دست کم از پا در نیامدند که این خودش حرفی است و از هر جهت برایم کفایت می‌کرد. ولی من این سوال را برای خودم مطرح نمی‌کردم، بلکه از بچگی تجربهش کرده بودم. چون این ازدواج نبود که تازه مرا وادار می‌کرد خودم را آزمایش کنم. این حال را من در مواجهه با هر چیز بی اهمیتی داشتم. در مواجهه با هر چیز بی اهمیتی تو با نمونه‌ای که به دست می‌دادی و با نحوه تربیت کردنت که شرحش را تا اینجا سعی کردم بدهم، مرا از بی‌قابلیتی هم مطمئن می‌کردی و چیزی که در مورد هر چیز بی اهمیتی درست از آب در می‌آمد، طبیعی است که در عظیم‌ترین مورد هم که ازدواج باشد میبایست درست از آب درآید. تا آن زمان کوشش‌هایم برای ازدواج من کم و بیش شبیه تاجری رشد کردم که هر روز را با تشویش و دلگواهی‌های بد عاقبت اما بدون حساب نگه داشتن پشت سر میگذارد. گاه و بیگاه جزئی منفعت‌هایی دارد که به سبب ندرتشان در خیال مدام دست به سر و رویشان میکشد و بزرگشان میکند. ولی از اینها که بگذریم، روزانه فقط ضرر می‌دهد و همه اینها را در دفتر وارد می‌کند ولی هیچ تراز نمی‌بندد. اما حالا دیگر لزوم تهیه ترازنامه پیش می‌آید، یعنی کوشش برای ازدواج. با ارقام درشتی که در اینجا باید حسابشان را نگه داشت و از طوری است که انگار هیچ وقت ذره‌ای منفعت در میان نبوده است، بلکه فقط و فقط یک بدهی بزرگ. حالا بیا ازدواج کن، اما کارت به جنون نکشد. زندگی من با تو تا اینجا به این صورت ختم شده است و این دورنماها را هم برای آینده نشان می‌دهد. وقتی استدلال‌های مرا در مورد ترسی که از تو دارم سبک و سنگین کنی، جوابم را اینطور ممکن است بدهی. تو ادعا می‌کنی که من وقتی تقصیر وخامت روابطمان را تنها به گردن تو می‌گذارم، قضیه را برای خودم آسان می‌کنم. اما من معتقدم که تو با وجود تلاش ظاهریت موضوع را برای خودت نه فقط مشکل‌تر نمی‌کنی، بلکه حتی به نفع خودت تغییرش می‌دهی. اول اینکه تو هم هر نوع تقصیر و مسئولیتی را از گردنت برمی‌داری، پس تا اینجا را هر دوی ما یک جور رفتار کردیم. ولی بعد در حالی که من به صراحت تام و با صداقت تام تقصیر را تنها متوجه تو می‌دانم، تو می‌خواهی آدم کله‌دار و نازنینی باشی و مرا هم از هر تقصیری مبرا کنی. البته در این دومی فقط به ظاهر است که موفق می‌شوی و بیشتر از این هم که نمی‌خواهی و به رغم همه لغت پرانی‌های مربوط به خصلت و طبیعت و تضاد و استیصال و این حرف‌ها، از لابلای سطور نتیجه می‌شود که در اصل این منم که همیشه حمله کردم، در حالی که تو به هر عملی که دست زده ای
فقط برای دفاع از خودت بوده است و بس. به این ترتیب تو با دورویت به اصطلاح توانسته‌ای به اندازه کافی به هدفت نزدیک شوی، چون 3 چیز را ثابت کرده ای. اول اینکه تو بی تقصیری، دوم اینکه من مقصرم و سوم اینکه تو از روی بزرگواری محض نه تنها حاضری مرا ببخشی، بلکه و این کم و بیش با اولی یکیست، حتی حاضری ثابت کنی و به خودت بقبولانی که من هم البته برخلاف واقعیت بی تقصیرم. این در واقع میبایست کفایتت کند ولی نمی کند. علتش هم این است که تو توی سرت فرو کرده ای که مطلقاً باید از من ارتضاع کنی. قبول دارم که ما با هم در مبارزه هستیم، ولی مبارزه 2 نوع دارد. مبارزه شرافتمندانه که در آن 2 حریف متکی به خود در برابر هم زورآزمایی می‌کنند. هر حریفی به خاطر خودش می‌جنگد، به خاطر خودش شکست می‌خورد و به خاطر خودش فاتح می‌شود. و مبارزه حشره‌ها که نه تنها نیش می‌زنند، بلکه در عین حال برای بقای زندگیشان خون طرف را هم می‌مکند. این را میگویند سرباز حرفه‌ای و تو جز این نیستی. تو لیاقت زندگی کردن را نداری، اما برای اینکه بتوانی زندگی راحت و بی‌غم و بی‌مسئولیتی داشته باشی، میایی ثابت میکنی که من همه لیاقت‌های ممکن را از تو گرفتم و در جیبم گذاشتم. در چنین وضعیتی تو را به اینکه لیاقت زندگی کردن نداری چه کار؟ مگر مسئولیت‌ها به گردن من نیست؟ پس می‌توانی راحت دراز بکشی و خیالت تخت باشد که من تو را جسماً روحاً می‌کشم و از موانع زندگی می‌گذرانم. مثالی می‌زنم. وقتی این اواخر می‌خواستی ازدواج کنی، خودت هم در این نامه اعتراف کردی که در عین حال می‌خواستی ازدواج نکنی، ولی برای آنکه به خودت زحمتی نداده باشی، میخواستی که من در ازدواج نکردن کمکت کنم. به این صورت که تو را به سبب ننگی که وصلتت برای اسمم خواهد داشت از این ازدواج منع کنم. اما این چیزی بود که من حتی فکرش را هم نمیخواستم بکنم. اولا به این علت که در این مورد هم مثل هر مورد دیگر نمیخواستم سد راه سعادتت بشوم و ثانیاً به این علت که هرگز نمیخوام چنین سرزنش را از پسرم بشنوم. ولی آیا اینکه جلویم را گرفتم و تصمیم ازدواج را بر عهده خودت گذاشتم فایده‌ای برایم داشت؟ نه خیر، 1 ذره هم فایده نداشت. مخالفت من مانع ازدواج تو نمیشد. برعکس در واقع محرک دیگری شد برای آنکه تو با آن دختر ازدواج کنی، چون چیزی که تو اسمش را تلاش برای فرار گذاشتی با این کار تکمیل میشد. اجازه منم جلوی سرزنش های تو را نمی گرفت، چون تو خودت ثابت کرده ای که من در هر حال در ازدواج نکردنت مقصرم. لب مطلب این است که تو با این نامه و یا با هر کار دیگرت هیچ چیزی را به من ثابت نکرده ای، جز اینکه تمام ایرادهای من بجا بودند و فقط 1 ایراد کاملا بجای دیگر را کسر داشتند. ایراد مربوط به دورویی و چرب زبانی و طفیلیگری را. اگر اشتباه نکنم خود این نامه هم وسیله دیگری است برای اینکه بتوانی به طفیلی من ارتضاع کنی. در قبال اینها جواب من به تو این است که این استدلال‌های متقابل که برخی از آنها را می‌شود در مورد خود تو هم ارائه داد، در درجه اول نه از طرف تو بلکه از طرف من عنوان شدند. علت این است که عدم اعتماد تو نسبت به دیگران آنقدرها هم از عدم اعتمادی که من نسبت به خودم دارم و زاده تربیت تو است شدیدتر نیست. من به جا بودن نسبی این استدلال‌ها را که بدون تردید حاوی مطالب جدیدی در توضیح روابط ما هستند انکار نمی‌کنم. طبیعی است که در واقعیت زندگی جزئیات امر به آن صورت که دلایل من در این نامه با هم می‌خوانند با هم جور در نمی‌آیند. زندگی با بازی که فقط حوصله می‌خواهد خیلی فرق دارد. اما تصحیحی که این استدلال‌های متقابل به دست می‌دهند، این تصحیحی که من نه می‌توانم و نه می‌خواهم به جزئیاتش بپردازم، به نظر من ما را دست کم آنقدر به حقیقت نزدیک می‌کند که بتواند به هر دوی ما کمی آرامش بدهد و زندگی و مرگ را برایمان آسان‌تر بکند. فرانتس. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی
و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. AvoyaBooth.com